مطمئناً همه شما در مورد پیشرفتگی کشور چین یه چیزایی میدونین، مثل تولید برق با راه رفتن مردم شهر. حالا همه اینا برمیگرده به هوش و ذکاوت مردم چین. شاید پیش خودتون فکر کنین IQ مردم چین از ایرانیا بیشتره، در صورتی که IQ میانگین چینی‌ها حدود 107.19 از طرف IQ ایرانی‌ها حدود 106.3. حالا چرا دانش آموزای چینی موفق‌تر از دانش آموزای ایرانی هستن؟ امروز میخوام 5 از عادت‌های دانش آموزای چینی رو بهت بگم تا تو هم توی درس خوندن مثل چینی‌ها موفق بشی. بخش اول مرور مداوم و اثر فاصله‌ایه. چینی‌ها به جای شب امتحان خوندن مرور تدریجی دارن که بهش میگن spaced repetition. یعنی وقتی مطلب رو توی فواصل مختلف مرور میکنی، هیپوکامپ سیگنال‌های عصبی رو دوباره فعال میکنه. یعنی ارتباط نورونی قوی‌تری برقرار میشه. از طرفی هم تحقیقات دانشگاه UCLA نشون داده مرور با فاصله میتونه احتمال یادآوری مطالب رو تا 60% افزایش بده. بخش دوم، نوشتن فعال به جای خوندن منفعل. بچهای چینی خیلی یادداشت میکنن. به خاطر اینه وقتی مینویسی مغز فقط گیرنده نیست، تبدیل میشه به پردازنده. مطالعه دانشمندان نشون داده که نوشتن باعث فعال شدن میشه. یعنی حافظه حرکتی، زبانی و دیداری همه با هم درگیر میشن. این چند کانال بودن باعث میشه مطلب 3 برابر بیشتر تو حافظه بمونه. پس تو اون مطلب رو اصلا فراموش نمی‌کنی. بخش سوم، تکنیک پومودورو و تمرکز مغزیه. خیلیشون زمان مطالعه رو تیکه تیکه میکنن. مثلا 25 دقیقه کار، 5 دقیقه استراحت. دلیل علمیش اینجا مغز ما مثل باتریه. تحقیقات نشون داده که توجه پایدار بعد از حدود 30 تا 20 دقیقه افت میکنه، چون قشر پیشانی خسته میشه. با استراحت کوتاه سطح دوپامین دوباره تنظیم میشه. یعنی مغز انگیزه و تمرکز تازه پیدا میکنه و میتونی دوباره به درس خوندن ادامه بدی. میرسیم به بخش چهارم، خواب و تثبیت حافظه. بچهای چینی معمولا زودتر از بچهای دیگه میخوابن. حالا اینجا دلیل علمی داره. توی خواب مخصوصا مرحله REM هیپوکامپ اطلاعات روز رو دوباره پخش میکنه که بهش میگن memory consolidation. مطالعات دانشگاه هاروارد نشون داده دانشجوهایی که 8 ساعت خوابیدن عملکرد حافظه‌شون 40% بهتر از کسایی بوده که شب امتحان بیدار موندن. غذای دانش آموزای چینی ساده، برای مثال برنج، چای سبز یا سبزیجات. دلیل علمیش اینجا قندهای ساده مثل نوشابه یا شیرینی باعث افزایش سریع گلوکوز خون میشن. انسولین زیاد ترشح میشه، بعدش افت شدید قند خون میگیری که مساوی با خستگی و حواس پرتیه. ولی کربوهیدرات‌های پیچیده مثل برنج و سبزیجات سطح قند خون رو پایین نگه می‌دارن، یعنی آرامش و تمرکز. اگه تا اینجای ویدیو نگاه کردی، خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی و اگه خوشت اومد کانال رو سابسکرایب کنی.